سلام دوستان، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم از لول 100 به لول 200 بریم. الان هم لولم دیگه 100 دیگه، به لول 200 بریمش، چون که از پارت قبلی واقعا با اینکه سابسکرایبم کم بود کمکم کردین. منم گفتم که بیام پارت دومشم بسازم. اینجا جزیره که لول 100 و چند 20 فکر کنم میان اینجا، که خیلی باید اینجا بمونیم، پار میشین اینجا. دقیقا یه باس داره با یه چند تا هم NPC داره که باید بریم بکشینش، که فکر کنم 10 لول تموم بشه. لول 150 میرسید به اینجا جزیره چی؟ ایسلند بود همین، آره فکر کنم همین بود. به اینجا وقتی رسیدید همش بیاین اینجا شبیه ساعته اینو بگیرین که دوکا خودی پول میده. و اینکه من حالا دارم یعنی داخل ویدیو که حرف نمیزنم، دارم پس ویدیو حرف میزنم. اسپین زدم یعنی کیلو. اینجا هم که لول هم بردم 200. و اینکه الان هم لول 200 نشدم، اومدم که یه کوست رو با شما برم. خب اینو میکشیم. و اینکه این میوه من اینجوریه که یه بار کوست انجام بدم دیگه اونو نمیتونم انجامش بدم. بعضی وقتا هم اینجوری نیست. اینجا یه نفر بود کم میریخت، خیلی اصلا خراب. داشتم اینو میکشتم، اومد فهم این بود دیگه. نه این بود، نه این نبود. یعنی NPC بعدی رو داشتم میکشتم، اومد کیلش کرد. واقعا اصلا خود شد. بعد مثلا یه نفر میاد این ویدیو میبینه میگه چی آخه من اینو کیل زد، چی آخه بابا، میاد فقط از لول آبش اینجوری جزیره میاد نشون میده. دوستان عزیز نگاه کنید، من اومدم بهتون هر چیزی که داخل یه جزیره هست و داخل یه شورت ویدیویی براتون نشون میدم، که شما دیگه مثلا نگین که اینجوری. من همینجوری پارت به شما نشون میدم. پارت خب اول خب جزیره خب زیاد داشت، پارت بعدی واقعا دیگه چیز کم شده. و من به این جریان رسیدم که 200 لولی بهتون نشون بدم. لولمو 200 کردم و تا الانم اینقدر پول درآوردم، خیلی پول درآوردم، نمیدونم باش چی کار کنم. ولی خب دیده بودم تو دریای دوم، یعنی اول تموم میشه، شما 4 میلیون پول در میاری. دوستتون دارم، سابسکرایب و لایک لاکتون نره. خدا